درود و فراوان، چطورید؟ آقا کانال رو تازه زدیم. هر کی این ویدیو رو میبینه سابو بزن، لایکم بزن، به دوستاتم ما رو معرفی کن که اومدیم با یه روش لگ جی اومدم گوشی تو اصلا لگشو بشوره ببره داداش. اینطوری بهت بگم، یعنی لگشو بشوره ببره، خیالتو راحت کن. هم واسه شیائومی هم واسه سامسونگ گیم بوسترهای مخصوص آوردم که هیچی به نظرم این چیزا رو نذاشته و خودم دارم میذارم. پس سابو بزن و چی لایک هم بزن، به دوستاتم معرفی کن ما رو. و هر روز ویدیوهای رفت لک داریم، هر روز، هم واسه بتل پلیر هم واسه مولتی پلیر و کانفیگ ضد لک، یعنی اینطوری و کانفیگ ضد لک. بچه ها بعدش هم گیم بوستر واسه سامسونگ ها، واسه شیائومی ها یه تنظیمات مخصوص داره که واسه از خود گوشیه و این کار رو اوکی کنه FPS میره بالا، یعنی FPS میره بالا. عشق کنی صفا سیتی FPS دیگه، عشق میکنی دیگه. من اومدم دیگه نجاتت بدم از این لگه تخماتیکت. آره بعدش هم این FPS هم روش بزنی دیگه تمام، ایزی میزی. بریم که واسه رفته میای تنظیمات، این واسه شیائومی هست، رفت لگش واسه شیائومی هست. میزنید اینجا کارخونه گوشی دیگه، همین تنظیمات گوشی. بعد اینجا 2-3 بار میزنی، بعد میای اینجا تنظیمات پیشرفته. خب میای اینجا تنظیمات بیشتر میزنی، اینجا میای پایین میای پایین میای پایین میای پایین، اینو میذاری رو 64، اینو میذاری رو 64. بعد میای پایین میای اینجا اینا رو همه رو آف میذاری، اینا همه آف. بعد این گزینه رو روشن میکنی، بعد یه بار روشن کردی مثلا فرداش اومدی دیدی خاموشه، دوباره میای روشن میکنی. بچه این کیفیت مثلا میاره پایین، کیفیت رو میاره پایین که لگ نده بهت. و اینو بهتون بگم که این گوشیتون آیپد نمیکنه، ولی در حدی میکنه که اوکیه، مثلا رفع لگتون اوکی میکنه ولی آیپد نمیکنه. میایید کالافتون رو میذارید رو این کیفیت، میذارید رو این کیفیت. این واسه شیائومی هست، درسته؟ واسه سامسونگ ها یه گیم بوستر هست. خب این واسه اونایی که گوشی هاشون سامسونگ هست. بعد آقا میزنید رو این گزینه، اینو میارید رو پایین ترین. ببین من چی گذاشتم، رو 1280. بعد FPS رو میذارید رو 120. بعد اینم میارید تا آخر پایین، تا آخر پایین. بعد پایین گزینه رو میزنید، وای میسید تیکو بهتون بده، بعد میایید بیرون. بعد میزنید رو این دوتا گزینه رو روشن میکنید. نگاه واسه من داره اوکی، واسه من اوکی داد. بعد اینجا قشنگ میزنی رو این دیگه، قشنگ همه چی واسه تون اوکی میده. اوکیه. بعد اینجا می پایین اینجا گزینه به اضافه است. حالا من کالافو گذاشتم، شما هم کالافو اوکی کنید و بزنید رو کالاف، وارد کالاف میشه. و هم به همین سادگی. واسه سامسونگ ها این برنامه رو اگه میخواید تو چنل تلگرام هم حتما میذارم، برید دان کنید، عشقید. سابیاتون نره، لایک هم بزنید. فعلا